چنانکه که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند امروز به اینوواسیون تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی و تشکل جهانبینی تکنیکی قدمی به پیش گذاشته نمی شود. همین نکته را به نظر گرفته پیشوای ملت 20 ساله رشد آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای سالهای 2020-2040 را پیشنهاد نموده در دوره آن برگزاری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت را خیلی مهم ارزیابی کردند. زیرا تنها جهانبینی وسیع علمی و جامعه با دانش‌ها و تفکر تکنیکی مسلح میتواند علیه همه گونه بحران‌ها رقابت‌پذیر، تاب‌آور و موفق باشد. این اختراعات اصلا در دو زینه گذرانده می شود. این یکمش این کولینی طبیعی که در همین حدودی ادرسمان شهری که ادرسمان واقع است کانش از همانجا کولینی طبیعی رو ما گرفته از وی کوگولانت حاصل کردیم که این کوگولانت رو برای تازه کردن آب افلاس شده از متال های وزنین و ایون های اوران استفاده میبریم. در مؤسسه دولتی مکتب پرزیدنتی شهر بوستان دوره ولایتی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت آغاز گردید. در آن 1222 نفر غالبان دوره دوم از شهر و ناحیه‌ها از روی بخش‌های شیمی، فیزیک، بیولوژی، جغرافیا، تکنولوژی اطلاعاتی، اختراع‌کاری، متماتیک شرکت می‌ورزند. معاون رئیس ولایت زینالعظیمی ضمن سخنرانی خود از مهمیت برگزاری آزمون مذکور یادآور شده تاکید داشت که برای شفافیت گذراندن آن هیئت حکمان از دانشگاه‌های عالی کشور تشکیل کرده شدند که آنها در این سمت تجربه بایکاری دارند. اعضای کمیسیون جمهوری آزمون رخشانه نصرالدین زاده نتیجه برگزاری آزمون علم فروغ معرفت را در رشد منبعی مملکت خاصه تاکید داشته زیاد شدن تعداد اشتراکداران را از توجه نورسان و جوانان نسبت آموزش فنهای دقیق، ریاضی و طبیعی همچنین به اختراع‌کاری معنی داد کرد. باید گفت که طی سالهای آخر در کشور با دستگیری دولت و حکومت بهر رشد تحقیقات در ساحه علم‌های طبیعت شناسی و ریاضی و تکنیکی، مهیا کردن شرایط برای تربیت کادرهای علمی، زیاد نمودن دانش نیروی عقلانی انسانی و وسعت بخشیدن به همکاری‌های بین‌المللی علمی یکچند کانسپت و برنامه‌های تعلیمی قبول کرده شده است که این همه به خاطر رسیدن به دستاوردهای نوی علمی میباشد. با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نظامنامه این آزمون جمهوری تغییرات وارد گردیده بود و یعنی که دانشجوها علاوه مکتب‌های میانی علاوه و مکتب‌های تیپ نو علاوه با این آزمون در همین نمینه‌ها اشتراک کرده شدند و از این لحاظ شماره اشتراکچیان در این آزمون خیلی زیاد گشته ایستاده است. میل و رغبت اشتراکچیان با فن‌های دقیق خیلی زیاد گشته است و با اختراع‌کاری نیز خیلی زیاد میباشد. آزمون مذکور تا سنه 30 سپتامبر ادامه یافته غالبان به دور جمهوری برای شرکت راحت میگیرند.